نسلو کنیم پروردگارو. الحمد لله و صلاة و سلام علی رسول الله صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. پروردگارو، در این روزی سعید جمعه، روزی اجابت دعا، همه این حاضرین دست امید به سوی خودت برداشتند و هر یکی امیدها و آرزوها و نیتهای نیک دارند، همگان را به مقصدهای اصلی و نیتهای نیکشان برسان. پروردگار، در این روزی سعید جمعه گذشتگان همه ما رو رحمت مغفرت، قبرهایشان را با نور رحمتت منور، روحهایشان را شاد بگردان. پروردگار، در این روزی سعید جمعه همه ما و اهل خانواده و فرزندان کشور ما رو با شرافت قرآن، با برکت قرآن، با عظمت قرآن و با نور قرآن منور و نورانی بگردان. پروردگار، در این روزی اجابت دعا، قرآن را برای همه ما در این دنیا رفیق و در اون قبر تنگ و تاریکی که با ما هم هیچ کس نمی باشد، قرآن را انیس و مونیس و در روز آخرت که حساب سخت و دراز است، این کلام بزرگت قرآن عظیم و شأن را شفاعتگر ما و گذشتگان ما و آیندگان همه ما بگردان. پروردگار را، در این روزی اجابت دعا، کشور ما را از تمام آفت و ضرر و خطر و وباها در پناه عصمت خودت نگه بدار. تمام بلا و وبا و آفت ها را ببردار. فیض و خیر و برکتت را همیشگی و دائمی بگردان. پروردگار را، در این روزی اجابت دعا، پیشوای ملت و تمام شخصان خیرخواه این کشور و اسلام و مسلمین، خصوصا همه حاضرین را در تمام کارهای خیر، عملهای صالح و نیتهای نیکشان کامیاب و موفق بگردان. پروردگار را، مدتی هست که استادها اینجا مهنت و زحمت کشیده ایستاده‌اند و مبلغ گذارها هر هفته روز جمعه و دیگر روزها مبلغ گذاری و سهم گذاری میکنند، خصوصا صاحب کارهایی که سهم ارزنده دارند. در عوض این همه سهمیه ها و این مهنت و زحمت، پروردگار عوض این همه را برایشان عزت و برکت و سعادت و کامیابی های دائمی این دنیا و آخرت بگردان. پروردگار را، تمام بیماران اسلام را، خصوصا بیماردارانی که در این مسجد، در این خانه خودت مهمانت هستند، تمام بیماران را شفای کامل و عاجل عطا فرما. پروردگار را، قرضداران را از قرض نجات بده. پروردگار را، همه اونهایی که در مهاجرت مهنتی هستند از تمام آفت و فتنه و ضرر و خطر در پناهت نگه بدار. در کسب و کارشان برکت عطا فرما. سالم و غانم و با عزت به نزد پیوندانشان بر بگردان. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا آمین برحمتك یا ارحم الراحمین.